سلام، من دانش ایزدی هستم. معمول که فقط رو سابسکرایب میکنید، پیج اینستاگرام من دنبال میکنید، طبق معمول لینکش رو داخل کپشن براتون قرار دارم. امروز در مورد سیم‌های زیرکوریانی خواستم باهاتون صحبت بکنم و یه سری توضیح در این مورد خدمتتون ارائه بدم. این جلو اگر نشون بدی شما زحمت، این صفحه کلیه هستش و یه دونه که تک‌لگن کوچیک با شیر روی کلیه اجرا شده. این صفحه خیلی راحت برای شستشو شما میتونید استفاده بکنید و لبه نداره و زیر کار اجرا شده. دقت بفرمایید، با فریز در اومده و سیک از یه چسبید. حالا این سیک ها چه کاربردی داره و تنوعش به چه صورت هست؟ یه مدل هست تک‌لگن شما میتونید اجرا بکنید، یه مدل هست و دو تا لگن میتونید اجرا بکنید، یه مدل هم هست CD میخواد روی داشته باشه ما رو خود همین کورین واسه شیاشیا و سینی تختار تولید میکنه، بستگی به نظر خود کارفرما داره. این سیک ها خیلی جنبه چی بگم، کارایش خیلی خوبه، زیباییش هم خیلی خوبه، اما نکتهش اینه که کسی که میخواد برای شما کار اجرا بکنه از لحاظ فنی و اجرای کار باید خیلی ماهر باشه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه من توی کلیپ‌های قبلی توضیح دادم به خدمتتون، قطر این کورین ها بین 1 سانت تا 2 میلی کورین کوارتز اسپیل آنات 1 تا 1 سانت و 2. دقت بفرمایید وقتی که این سینک های زیرکورینی یا این مدل تپا به زیر کار چسب میشه، پیچ و روپلاک شما نمیتونید رو بزنید چون این میشکنه. باید با استفاده از تیک‌های خود این و چسب‌های مخصوصی دور تا دور این آبندی بکنید و اینو مهار بکنید که اگر شما مثال بزنم یه دونه وزنه چیزی توی این قرار بدید اشاره میادهی ذهن نکنید. این باید در نظر داشته باشید، یعنی به یه دونه چسب نیست که این زیر بایسته، باید زیر سازیش انجام بشه، مراحلش قشنگ به نحو احسن انجام بشه، دیکاش بخوره و یک سازی محکم به شما ارائه داده شه. من در خدمت شما هستم. انشاءالله تو کلیپ‌های بعدی باز من توضیح بیشتری در مورد خدمتتون ارائه می‌کنم. ممنون و سپاسگزارم که منو دنبال بهیم